13 و 8 دیدم. خب تایمرت هم بیار برای هولدینگ. یه تایمری کنار تو از بذار. ساعت مشت دارم من. nerd stuff. خیلی نردی فرنس. من اصلا من ساعت 45 دادم. من ثانیه هاش درسته. خب یکم 16 7 16 8 16 9 17. سرعتت هم سعی کن همون 20 و 60 نگه داری در کل پروسه که ترن رادیوس تغییر نکنه، در اوکی. خیلی ثابت باشه همه جا. یعنی هر هولدی که میزنی رو هم میفته اگر سرعت ثابت باشه دیگه و درست. با یه ریتی بپیچی. مکسیموم هولدینگ اسپید هم 265 نوته. مکسیموم آلتیتود هم 10,000 فیت که من هستم. من 9000 فیتم. مینیمومش هم 3,000 فیته. باشه. استریکت باشه. یه دقیقه. هولدینگ رو ادامه بدی؟ یه رونه دیگه بزنیم، آره یه دونه هولد بزنیم بعد اکسس کنیم. اون ترن باید تقریبا یه دقیقه باشه. آره بعد الان دوباره میای 17 من که شد دوباره ترن میزنی، وینگز روور که شد دوباره 1 دقیقه میری دوباره ترن میزنی. موقعی هم که داری ترن میزنی که اینترسپت کنی 51 رو برای این باوند کورسه، اگر یکی 2 درجه 3 درجه اینا بیفتی بیرون اشکالی نداره، بخاطر اینکه باد شما رو میندازه بیرون، امکانش هست. و مثلا من خودم اونجوری شدم، من 2 3 درجه افتادم بیرون، من خب بعدش میای سمت استیشن خودش جبران میشه، حتی مشکلی نداره اگر اونجوری شد. باشه مفهمه زیاد پیش میاد. الان 17 مایل هست دوباره ترنینگ.
اگر از اینجا که داری دور میزنی سرعت تو ثابت نگه داری، بنکت هم ثابت نگه داری، اون برم با همین بپیچی تقریبا باید درست بیفتی روی چیز کورس. خب میگم باد پوش میکنه همیشه دقیق در نمید. ثانیه داره میشه باید 90 درجه رو تمام. کجایی الان؟ توی رایت هندر و چیز هولدینگ داره همت باند. الان تو اوتباند لگی شما؟ دقیقا از من جلو افتادی بس. جدی؟ چجوری؟ یا ما یارم سرعت بکنم زیادتر بود. آره من 260 رو کیپ کردم. 270 نه از من افتاده اشکال نداره، شما جلوتر باید دارک شد. اینم تمام شد باید برم، نمیتونم منتظر رو. یه رقم الان تمام شد. خیلی تیریم این هفمو بده. آره من طبق عادت من خیلی تیره مدام در جنگ و استیکر. مهمه. آره اعتماد ندارم. نه این بلده من تو ترنم که دیر شد ولی میرم تو پارک. دود اصلا پرواز الان شما فیلمش رو استفاده کن با تی 16 خیلی بهتر من پرواز بود دیروز. الان این باندم خوب پیش میره آرک. تا حالا خوبه رو 16 و 7 گیر کردم. ولیه میتونی یکم دیرتر بپیچی که 17 شد، مثلا 16 9 شد بپیچی نه که بشه 17.
320. وارد آرک شدیم میتونیم دیسنت کنیم تا 2600 بیایم پایین. خب من دیرتر هم تو آرک که دیسنت میشه که؟ آره هم تو آرک باید دیسنت کنیم دیگه. 10,000 من نقطه خواهی اشاره کردم اصلا. آره خب من یکم دیرتر شروع میکنم دیسنت رو که تا چیز اون پوینتی که باید برسم زودتر نرسم. الان آیلس میخوایم بزنیم، آیلس زولو رو بزنیم. نه تکم بسته بودم ولی میتونم آیلس بزنم. و همون تکن رو بریم فعلا، این تکن بزنیم یه تاچنگو کنیم بعدش رو کار دیگه. به آیلس هم بخوای بزنی آرکشو با تکن باید بزنی ها، اینو میدونی که. آها همون الان متوجه شدم. آیلس به شما فقط در راستای باند ایندیکیشن میده، هیچ جای دیگه ایندیکیشن نمیده. آره اوکی الان میشه یعنی الان ما میتونیم آیلس هم بزنیم ولی خب همینو تکن بزنیم فعلا. هم تکن چیزش هم اینه همونه اپروچ اینترمدیت به بعدش نه فرق میکنه. آیلس های پوینتاش فرق میکنه. تکن زولو میزدیم. تکن زولو تکن زولو. خب هوروک 2600 لید ریدیال 253. پرفکت. من آرکیو که رد کردم شروع میکنم به دیسنت به 2600. خب آره آرکی ریدیال 320. 320 سرعتت چقدر رو ردت نکنم. 230. اوه خیلی کم سرعتت. 260 دارم همونه رو بودم. 270 260. هوروک همین 270 اینا رو برو حد دارم. کسرین آرکی پرفکت. خب من خوب فاصله دارم. دیسنت نشسته میخوای فول استاپش کن که تاکسی بک کنیم دوباره تیک آف کنیم ریفیول هم بکنیم. میخوای شبش هم بکنم. آره شبش هم بکنیم. شب خیلی دوست دارم پرواز کنم.
Passing our key now. خوبه. رادیو رو ست کنم. لید رادیو بعد اینکه آکیورت کردیم میتونم اون لید رادیو رو ست کنیم که بدونی. آره من مستقیم 65 ست کردم. لید رادیو چند بود؟ لید رادیو 253. لید رادیو رو حتما ست کن که بدونی که باید ترنت رو شروع کنی. قدیم حسی میذاشتم. بعضی چارتا که نام پرسیژن هایی که لید رادیال نداره 3 تا 5 دی امیز به رادیال زودتر رو کنی، ولی خب لید رادیال وقتی هست که آدم استفاده میکنه. دستم به کورس رستم. کم کم شروع میکنم به دیسنت. سرعت هم میرم 220. راستی لید رادیال تو چیز بود؟ همین جپسن بود؟ آره من از اون دارم بدم آره نه من پیدا نکردم کجاست. من دارم چارت 34-2 تکن زولو رانوی 6 لفت. قبل حروق یه دونه رادیال کشیده که اومده به سمت اونه 253. آره لید رادیال. کجا انتظار داشتی بنویسه اون رو؟ یه جوری بنویسه دورش مثلا باکس کنه. آها مثلا با عنوان داده گفتم تو چارت های دیگه مثلا چارت های لیدو یا چارت های AIP یه LR هم بغل اون 253 می نویسه. جپسون رو نمی نویسه، فقط می نویسه 253 دیگه. خود باید بدونی که اون لید رادیالش. میبینمت؟ نه نمیبینمت. من 90 درجه ایتون چه جالب، منم همینطور مارک میزنیم دیگه. نه چیزش میگم رادیالش کورس 90 درجه. کورس رادیال 200. نه درسته همون رادیال 200 کورس نه کورس 90. آره بعد نسبت بکنم من 90 درجه استیج شدم. چقدر جالب، منم همینطور. شاید چون دارم آرک میزنم. میبی من الان مطمئن شدم داری آرک میزنی. من الان 90 الان پس کردم. سرعت هم میبرم 200 که یکم میشه. حتی این سوسوروزه من کامرشیاله، یعنی سپریشن میخوام بدم. سپریشن سپریشنی اینجا با هم 6 نفره روبان میشینن. سپریشن چیکار دارم میکنم من؟ سپریشنی دیدونم وقت کردم برم برای شست عالی. من 65 رو پری سلکت کنم. بذار 600 خب 7 دی امی 2200 برای چی دارم؟ نه من دارم به حروف برسم. فایل اپروچ فیکس. خواستی تکفیه اینو نگاه کنیم قبل شب. آره که از بین بریم. Passing lead radial now. Starting turn final. Established on Tekken.
میبینمت. تازه الان 180 درجه یه چیزم فکرم رو بروشم. خیلی جالبه. کم 200 2200 کمد هفتی همی 2200. خیلی دارم با سرعت زیادی بهت نزدیک میشم. سرعت چقدره؟ I'm in danger. 200 منم 210 تا. هشت مایلی تکر اسکایلر. من سویچ میکنم به دیکس لفت. آیلس مهرآباد هم یه مدت اینجوری خراب بود، بین دوتا باند می آورد. شیت آیلس خیلی مهم. من فامولا رد کردم دیسکت گیرش در فرش در یکم رایت کراس فین داریم الان میبینی؟ آره من فکر میکنم همیشه باد صفره تو دی سی اس، ولی الان اینم داریم. تو فارم داریم تازه نقشه از دست اصلا بردیم فری فلایت ها این هست. من قشنگ رایت کراس فین دارم، کراب دارم. تو چیز نوشته 12 نب داریم از 75 درجه. کجا می نویسه اینو؟ تو اچ اس های زیر گراند اسپید. گراند اسپید؟ گراند اسپید رو کجا می نویسه؟ زیر هم علامت نوشته 125 جی اس. اون دبلیو ویند. آره چقدر جالب های سفید. شورت فاندر قبل فاندر تازه اینجا سرعت هم 2 برابر حساب میشه توی ارتفاع. بای سفید وقتی چرخ رو باز میکنی میره رو فلایت آیدل. این باگه مال هواپیما نیست. تراس زیاد میشه، تراس که زیاد میشه بعد دوباره ببندی بعد نشستن. آخه بدون آیدل میشینه، یعنی بعد از تاچداون آیدل میکنه. خب چرخ رو که باز میکنی این زیاد میشه تراسه، تا قبلش نرماله. اگه فلایت آیدل و گراند آیدل داشته شد در طول پرواز هم همون جوری باشه دیگه. چرخ رو که باز میکنی دقت کن سریعت یهو تراس زیاد میشه. اینو دقت نکردم، این نباید باشه. آره دیگه برعکسش میگم، فقط آیدل میشه.